پست‌های معرفی تقریبا تموم شد. توی این پست من میخوام درباره رسالت زندگی صحبت کنم. آخرین باری که شما یه کار مهربانانه بدون چشم داشت کردین کی بوده؟ میدونین یکی از کارهایی که زندگی ما رو معنادار میکنه اینه که هر روز یه محبتی بکنیم، یه مهربونی بکنیم بدون چشم داشت. در حد وسع خودمون یه کاری بکنیم برای بهبود شرایط، محیط رو برای آدما تحمل پذیرتر بکنیم، با رنگ و هارمونی طبیعت هماهنگی داشته باشیم، شفقت داشته باشیم به یکی غیر از خودمون، کسی غیر از خودمون رو دوست داشته باشیم و بهش محبت بکنیم، یه رسالتی رو توی زندگیمون دنبال بکنیم. رسالت شما توی زندگی چیه؟ رسالت یه نفر فرزند پروریه، یه نفر رسالتش حفاظت و حمایت از محیط زیسته، رسالت یه نفر نوع دوستیه. رسالت شما توی زندگی چیه؟ از نظر شما انسان معنوی چه معنایی داره؟ میتونیم بگیم انسان معنوی داره ابعاد مختلف هستش که یکی از این ابعاد نوع دوستی هستش. آدمی که روی معنویت خودش کار کرده فارغ از نژاد و جنسیت و فرهنگ نوع دوست هستش. هم طبیعت رو دوست داره، هم یه آدم غیر از خودش رو بهشون مهربونی و محبت میکنه. انسان معنوی تاب‌آور هستش. در برابر تراژدی‌های غمناک زندگی یاد میگیره که رنج و غم جز لاینفک زندگی هستن. خودآگاهی داره. میدونه که هر رفتاری که میکنه یک اثری، یک پیامدی روی خودش و دیگران داره. شفقت داره. یاد داره که به گیاه و جانور و آدم و خودش محبت کنه، مهربونی بکنه. شما هم غم‌ها و چالش‌های زندگیتون رو جز معنای زندگیتون میدونید.